محله سرچشمه رشت. چرا به اینجا میگن سرچشمه؟ برای اینکه به اون قدیم این همه آب، این همه چاه، این همه عمیق نبود. فقط یه آب اینجا داشت برای سرچشمه که مردم همین آب هم استفاده میکردن. 78 سالمه، از بچگی همینجا بزرگ شدم. یه دونه چشمه اینجا بود، همه میومدن از این چشمه استفاده میکردن. ظرف میشستن، حصیر میشستن، دیگه موکد میشستن. از حوالی میدان شهید سیرت‌نیای کنونی تا بوستان کشاورز رو سرچشمه میگن. به دلیل اینکه از میدانی که اینجا هست تا بوستان کشاورز پر از چشمه بوده، اسم اینجا محله سرچشمه شده و یکی از چشمه‌هایی که می‌بینید در پشت سر من اینجا قرار داره و قدمتش به حدود 1000 سال پیش برمیگرده. دو سه تا از این چشمه‌ها وجود داره و هنوز این آب‌هاشون به داخل رودخونه میرسه. این چشمه‌ها کاربردهای متفاوتی داشتن. مردم می‌آمدن در اینجا ظروف خودشون و لباس‌های خودشون رو می‌شستن. علاوه بر اون چون در نزدیکی بوستان کشاورز یک کشتارگاهی بوده که گاو و گوسفند می‌کشته، پوست این گاو و گوسفند رو می‌آوردن دباغ‌ها در یکی از این چشمه‌ها و تمیز می‌کردن. استفان هارتونیان معروف به حکیم فانوس، طبیب و تاجر تبریزی در این محله از رشت ساکن بود. 150 سال پیش برای اولین بار در گیلان توتون سیگار در دوره ناصرالدین شاه در محله سرچشمه کاشته شد توسط یه آقایی به اسم استفانوس که ارمنی بود، از تبریز اومده بود برای تجارت ابریشم و معروف بود در بین مردم رشت به حکیم فانوس، چون طبابت هم میکرد و کمتر از 20 سال کیفیت توتون باعث شد که به کشورهای همجوار از جمله روسیه صادر بشه. اولین تئاتر رشت در منزل حکیم فانوس اجرا شد. چون ایوان بزرگی داشته، در خانه‌اش تئاتر اجرا می‌کردن بچه‌ها و اونجا تأسیس شد. هولوش این منطقه بود. الان بقایاش هست؟ نه متأسفانه. کنار بوستان کشاورز فعلی تا 60 سال قبل کارخانه کبریت سازی بود. اینجا قبلا کبریت سازی میگفتن. به اینجا ارمنی بولاق هم میگن. بولاق واژه ترکی به معنای سرچشمه است. حدود سال 1600 شاه عباس ارامنه رو به دو نقطه در کشور کوچاند، یکی اینجا در رشت و یکی هم در منطقه جلفای اصفهان. اینجا به این دلیل که بتونن در توسعه کاشت ابریشم که کالای اصلی ایران بود کمک کنن و کیفیت ابریشم تولیدی گیلان رو بالا ببرن. و قبرستان ارامنی رشت هم در محله سرچشمه یا ارمنی بولاق قرار داره. در این محله یک گاراژ قدیمی و معروف هم وجود داشت که با تعریض خیابون از بین رفت. در محله سرچشمه رشت هنوز هم تعدادی خونه و بافت و کوچه قدیمی دیده میشه. محله سرچشمه رشت در تقسیمات شهری در منطقه 3 قرار داره و به زرجوب، پل عراق و خیابان شهدا متصله.